خیلی براتون سوال بود که من چجوری کارآموزی UX رفتم، چرا انقدر تاکید داشتم که با اساتید ارتباط بگیرید و اینکه خیلی براتون سوال بود توی کارآموزی معمولا چه چیزایی رو میگن و من سعی کردم داخل این ویدیو یوتیوب به همهشون جواب بدم و تایمش رو کم کردم. یعنی سعی کردم خیلی خلاصه بگم که زیاد از کانفیگاتون نگیرید و بتونید با خیلی راحت تر اوکی بشه گوش بدید. ولی اگه چیزی یادم افتاد که چیزی یادم بیفته که نگفته باشم داخل ویدیو، سعی میکنم توی استوری اینستا بهتون بگم. سلام، امروز میخوام راجع به اینکه چجوری کارآموزی رفتم و چطوری کارآموزی UI UX و اینا باهاتون صحبت کنم راجبش. اول اینکه اگه دانشجوی مهندسی کامپیوتر باشین میتونین مثل من از طریق اساتیدتون یا مدیر گروهتون برای کارآموزی اقدام کنید. ما داخل دانشگاه یه درسی به اسم کارآموزی داشتیم که باید یا میرفتیم جایی یا داخل شرکتمون یا داخل دانشگاه کمک میکردیم که این کارآموزی پاس شه. که من ترجیح دادم برم کارآموزی و اونجا نمره بگیرم، اینطوری اوکی تر بود. و برای اینکه کارآموزی جای پیدا کنید، میگم اگه دانشجو کامپیوتر باشید راحت ترین راهش از طریق اساتیده. اگه نباشین باید انقدر تماس بگیرید یا شرکت های داخل شهرتون رو پیدا کنید، باهاشون صحبت کنید یا ببینید شرایطو دارن یا نه. اینجا که من رفتم یکی از استادامون مدیر عاملش بود، بر همین تقریبا ما راحت تر قبول کردن. و اول که میرین خب قبل از اینکه برین اصلا اونجا قطعا بهتون میگن که یه رودمپ میدن که یه سری مفاهیم اولیه رو شما بخونید و سرچ کنید و اطلاعات داشته باشین راجبش و یاد بگیرین و بعد برین اونجا. و وقتی هم که رفتین، بعد از اینکه اینو مطالعه کردین رفتین اونجا، با یه سری ویدیوی آموزشی ممکنه شروع کنن، چون معمولا کم پیش میاد که کارآموز از صفر بخوان، بر همین میفرستن از یوتیوب یا جاهای دیگه یه مقدار سرچ کنین و یه سری چیزا رو یاد بگیرین و بقیه رو حین تسک و ادیت و اینجور چیزا یاد میگیرین. بعد از اینکه اون ویدیوهای یوتیوب رو ما داخل یک هفته دیدیم، رفتیم اونجا که تسک اولمون رو بهمون بدن. تسک اولمون یه عکس بود، یه عکس یعنی یه قسمت از وب بود، فکر می‌کنم یه قسمت از چیزای شرکتی طور بود، یعنی مثلا تیبل و اینجور چیزا داشت، پروتوتایپ نداشت. و خب من فکر کنم یک هفته یا یک هفته و نیم 2 هفته تایم دادن که ما این انجام بدیم و بعد چک کنن. و این خب چک کردنه، مثلا ادیت میومد چک میکرد منتورمون و یه سری چیزای جزئیات رو به ما میگفتن که باید ادیت بزنه و این ادیت یک مقدار طولانی شد. و خب یه جزئیاتی رو میگفتن که شاید برای کسی که اولین بار داره انجام میده به اون چیزا دقت نکنه و به نظرم طبیعی بود. ولی مهم اینه که اونا رو یاد بگیرین که دفعات بعدی تکرار نشه، چون چیزی که منتورمونم میگفت این بود که شما هر دفعه که دارین تلاش میکنین و تسک انجام میدین و من بهتون نکات و ایراداتو میگم، یعنی انتظار دارم که شما دفعه بعدی حداقل اون اشتباه ها رو انجام ندید. یعنی اینجوری به ما گفت که ما اون اشتباه ها رو یادمون بمونه، حالا بنویسیم یا یاد بگیریم که دفعه بعدی اون اشتباه رو تکرار نکنیم. تسک دوم ما یه قسمتی از برنامه موبایل بود، دیزاین موبایل بود، کاملش در حد مثلا یه چند صفحه که پروتوتایپ داشت اینجا. و خب اون به نظرم راحت تر بود، یعنی کلا انگار موبایل چون صفحه کوچیک‌تره خیلی راحت تر میتونید به همه چیز توجه کنید و جزئیات رو در نظر بگیرید تا مثلا یه وب باشه. بعد اونو که ما انجام دادیم، خب اونجا پروتوتایپ رو یاد گرفتیم، یعنی توی ویدیوها یاد گرفته بودیم ولی خب میگم دوباره باعث شد که کاملتر یاد بگیریم و ایراداتمون رو بگیریم و منتورمون دوباره از ما ایراد میگرفت و ایرادات و نکات رو میگفت، ما اونا رو یادداشت میکردیم، ادیت میکردیم و دوباره تحویل میدادیم. من یادم رفت بگم که ما بعد از 2 تا تسک یه تسک فاینال داشتیم که یه صفحه لاگین و یه پروتوتایپ ریز داشته باشه که بر اساس اون به ما نمره بده. یعنی نمره‌ای که برای کارآموزیمون قرار بود بگیریم و بر اساس اون تسک آخری بود انجام میدادیم و خب اون تسک دیگه ادیتی نمیخورد، یعنی
ایرادی بگیره و بعد ما درست کنیم نبود. هرچی بود دل بخواه انجام میدادیم و در نهایت نمره بود که ما میگرفتیم و بر اساس اون ما نمره کارآموزی دانشگاه میگرفتیم. و اینکه دیگه که بقیه‌شو که تو ادامه ویدیو دارم میگم.